پس از 2 ماهی رقابت‌ها مسابقه جام بدخشان 2021 اوید به فوتبال به انجام رسید. در بازی نهایی تیم لعل بدخشان و برکت پرشینف به هم آمدند. شرح بیشتر در گزارش نوبتی. بازی‌های مرحله نهایی جام بدخشان 2021 اوید به فوتبال برگزار گردیدند. در بازی نهایی دو دسته پرقوت مسابقه لعل بدخشان نویه اشکوشین و برکت پرشینف به هم آمدند. رقابت دسته‌ها در طولور مؤسسه دولتی مرکزی جمهوریوی تیاری المپی دسته‌های منتخب برگزار گردیده با حساب 3-1 به سود دسته برکت پرشینف به انجام رسید. از آغاز بازیگران دسته برکت زود خط حمایه رقیب را رخنه می‌کردند. همین بود که در قسم اول با زدن 2 گل دست یافتند. مؤلفان گل‌ها دو چهره شناخته فوتبال میهن سیاد کوهوسرا و شیروانی محمدچویف گشتند. از دسته نویه اشکوشیم نکروز علی محمد فوتبالباز موفق کشور توانست 1 گل را در قسم اول دیدار به ثمر رساند. با حساب 2-1 قسم اول نیروسنجی به انجام رسید. در قسم دوم مخلصان تنها شاهد 1 گل گردیدند. سیاد کوهوسرا حمله‌ور دسته برکت مؤلف ضربه نشان را گردید. در این رقابت سیاد کوهوسرا مؤلف دوبل گردید. همین طریق با حساب 3-1 دسته برکت پرشینف رقیب خود را مغلوب نموده برنده جام بدخشان 2021 اوید به فوتبال گردید. دسته شادره پس از مغلوب نمودن تیم انرژتیک غون برنده مدال برنجی جام بدخشان اوید به فوتبال شد. پس از انجام بازی نهایی در یک فضای تنطنه‌ای مراسم جایزه سپاری برگزار گردید. در مراسم جایزه سپاری جام بدخشان 2021 نایب پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان دلشاد جورازاده، سردار دپارتمنت فوتزال فدراسیای فوتبال تاجیکستان فرقاد احمدов، سردار لیگ کودکان و نورسان فدراسیای فوتبال تاجیکستان اویدو دولتبекov و یک قطار چهره‌های شناخته ورزش میهن اشتراک نمودند. بهترین بازیگر مسابقه از دسته لعل بدخشان نکروز علی محمدов دانسته شد. فوتبالبازان دسته شادره با مدال‌های برنجی مسابقه قدردانی شدند. تیم لعل بدخشان نویه اشکوشین با مدال‌های نقره سرفراز گردیدند. به غالب مسابقه دسته برکت پرشینف در برابر مدال‌های طلا اینچنین جام بدخشان 2021 سپرده شد. نگفته نماند که طی 2 سال اخیر مسابقه جام بدخشان اوید به فوتبال با دستگیری به واسطه فدراسیای فوتبال تاجیکستان برگزار می شود. فینال خیلی خوب گذشت. برای که مخلصان خیلی زیاد بودن، مخلصان ما را خیلی دستگیری کردند و فینال از یک طرف ساز گذشت، از یک طرف وزه گذشت که برای که 2 کارت سرخ گرفتیم. رقیب ما خیلی همساز بود برای که در کماند اشکوشیم یکی از بازیگران بهترین تاجیکستان بازی میکنه نکروز و ما در خیلی بازی محبوب شد.